خواهر شما خواندگی هستند؟ خوانندید. مادر ما یکی از شخصان خیلی فعال در مکتب بودند. باباهای اعلی خوندند. کتابخانه مکتب، کتابخانه دیه را خونده تمام کردند و معلمان در وقتی که ایشان مکتب رو تمام میکنند توصیه میدهند که حتما به یگان دانشگاه داخل شود. لیکن تقوی بزرگ ما برادری کلانی مادرمون میگویند که اگر همین دختر شما به دانشگاه داخل شود، ایشان در دانشگاه میخواندند، من جامه‌ام رو چپه میپوشم و از دیار برآمده میروم. این سبب می شود که مادرمون نمیخوانند، لیکن هم پدر و هم مادر تمامی حرکت خیش رو کردند که فرزندانشان رو، یعنی ما رو خوانند، صاحب اختصاص و صاحب معلومات کنند. یعنی با اون آرزوهایی که خودشون نرسیده بودند از فرزندانشون امروز میبینند. لیکن سوال مطرح اینجاست که چرا در تفکر ما خواندن زن، خواندن خواهر، عموما جنس لطیف خطر دارد؟ ما فکر میکنیم که ایشان بیرحم میشوند و یا داناتر شده به سر ما حکمرانی میکنند. شاید اینجا تماشابینان ما نیز همین سوال در سرشان چرخ میزند، ایشان رو اذیت میدهد. چرا ما زنها رو نمیخوانیم؟ چه اندیشه دارید؟